سلام، به پیج فرزانه پناهی خوش اومدید. براتون آموزش شعله زرد سنتی. ما برنج رو از روز قبل خیس میکنیم. من اینجا 3 تا پیمونه برنج با این پیمونه اندازه گرفتم. شما با هر پیمونه میتونید اندازه بگیرید، فرقی نمیکنه. با این پیمونه اگه اندازه گرفتی شکرتون هم با همین اندازه میگیرید، با این گرفتید با همین اندازه آبم میریزید. پس من 3 تا پیمونه برنج رو شستم، با همینم من آبو میریزم. برای هر یه دونه پیمونه ما تقریبا 7.5 پیمونه آب لازم داریم. من یه پیمونه رو به شما نشون میدم، بقیه کارا همه 3 تا 4 5 6. پس برای هر یه پیمونه ما 7 پیمونه عین خود پیمونه میریزیم. شکرم به همین صورت، هر یه پیمونه 2 تا 2.5 پیمونه ما شکر لازم داریم. پس اینو میذاریم از شب قبل خیس بخوره 24 ساعت. یک پیمونه از آبمون رو کم میکنیم، به جاش گلاب میریزیم که برنجمون طعم خوشمزه‌ای داشته باشه. برنج شعله زرد اصلا دودی نباید باشه، برنج هندی نباید باشه، برنج مرغوب ایرانی باشه، چون ما مقدار زیادی نمیخوایم درست کنیم. من چند تا هل درسته رو داخل یه توری میریزم، به این صورت میبندم، چون اگه بخوایم پودرش رو بریزیم شعله زرد ما رو رنگش رو تیره میکنه. و اینو داخل برنج میذارم، بعد آخر در میارم. برنجمون رو من روی حرارت متوسط گذاشتم داخل یه قابلمه بزرگ که گنجایشش رو داشته باشه که بتونه برنجمون شکفته بشه. بعد این هلم داخلش میذارم یه گوشه، بعد آخر در میارم. برنج حرارتش متوسطه، میزنم تا کمی داغ بشه، ولی اصلا ما قاشق نمیزنیم، چون تا قاشق بزنیم دیگه برنجمون طعم میگیره. پس برنجمون میذاریم آبش با حرارت متوسط گرم بشه، بعد حرارت رو کم میکنیم تا آب ما تبخیر بشه، نصف بشه. این وسطای کارمونه که برنجمون داره جوش میکنه با حرارت کم تا آبش کم بشه. تا این مرحله که آب ما تقریبا نصف شد، برنجمون تقریبا شکفته شده، شروع میکنیم دیگه از این مرحله هم زدن. برنج ما ببینید به این صورت شد، اصلا طعم نگرفته، به هیچ عنوان من قاشق نزدم. الان شروع میکنم به قاشق زدن با همون حرارت کم، اصلا طعم نگرفته. انقدر هم میزنیم که تقریبا مثل یه برنجی که شفته باشه و سفتم باشه. به همین صورت ما هم میزنیم تا غلیظ‌تر بشه، سفت بشه، بعد شکر رو اضافه میکنیم. به این مرحله غلظتش که رسید شعله زرد ما به این سفتی باید بشه، چون اگه ما الان شکرمون رو بریزیم شل باشه خود شکرم آب میندازه. پس غلظتش اصلش در این مرحله است که سفت باشه. شکر ما که هر یه پیمونه 2 تا پیمونه بود یا 2.5 پیمونه شکر رو ما میریزیم. خود شکر الان آب میندازه، شعله زرد ما شل میشه. پس مواظب باشید که قبلش زیاد برنج ما شل نباشه، چون دیگه هیچ کاری ما نمیتونیم انجام بدیم. توی این مرحله 1 ربع گذشتش که شکر رو ریختیم، دیگه ما این هلمون رو در میاریم، از توی شعله زرد در میاریم و میذاریم کنار. بادومی رو که با گلاب خیس کرده بودم میریزم داخلش. خیلی با گلاب کم خیس بود که آب ما زیاد نشه. از بادوم که ریختیم یکم هم خورد، زعفران رو میریزیم. زعفرانتون خوش رنگ باید باشه، دست و دلبازم باشید باید توی شعله زرد. من کمی ریختم، اگه دیدم کمه دوباره میریزم. من الان 90 گرم کره، برای هر پیمونه 30 گرم کره، اگه دوست دارید بیشترم میتونید بریزید. ما کره رو ریختیم که بوی عطر خوبی به شعله زردمون میده.
یه قاشق هم روغن مایه میریزیم که شعله زردمون رو لطیف میکنه. برای هر یه پیمونمون یه قاشق مایه روغن مایه ریختیم. دیگه آخر گلابشو که ریختیم، اینم گلاب رو ریختم. بعد 20 دقیقه میذاریم، خاموشش نمی کنیم. رو شعله کم یه دونم زیر توری زیرش میذاریم، دم کنی میذاریم. 20 دقیقه شعله زرد ما دم بکنه. یه توری میذارم، قابلمه‌مو روش میذارم، دم کنی میذاریم. 20 دقیقه میذاریم با شعله کم دم بکشه. شعله زرد خوشمزه ما بعد از 10 دقیقه 15 دقیقه دم کشیدش. بعد ما اینو الان یه ظرفمون میریزیم. حتما این 20 دقیقه رو دم بزنید شعله زرد رو که بعداً شعله زردتون آب نیفته تو یخچال که استفاده میکنید. و حرارت من تمام مدت حرارتش بسیار کم. اگه میخوایم شعله زردمون رو قالبی در بیاریم، توی 2 قاشق آب جوش 1 قاشق و نیم چایخوری پودر ژلاتین میریزیم و هم میزنیم و قاطی شعله زردمون میکنیم، توی ظرفا میریزیم، توی یخچال میزنیم، بعدش قالبی در میاد از ظرفا. ژلاتین رو ریختم توی شعله زرد، قاطیش کردم. بعد توی این ظرفا میریزیم، بعد توی یخچال میذاریم، قالبی در میاریم. شعله زرد خوشمزه ما آماده شده، بسیار خوش رنگ. همه نکات اگه رعایت کنید همین شعله زرد میتونید درست کنید.